سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اومدیم برای این فرجیده یوسی بزنیم. 28 کا یوسی داریم. در لابی هم مهدی، وحید و ندا همراه ما هستن. دوستان اگر صحبتی چیزی دارید برای بینندگان عزیز میتونید صحبت کنید. منم سلام میکنم به بچه چنل مورفین وایتی. امیدوارم امروز کریپ اوپنینگ خوبی داشته باشیم و شانس بسیار برای آقا علیرضا اینا طلب میکنم و ازتون میخوام سابسکرایب کنین، چنلشو لایک کنین، زنگوله رو هم بزنین، یه کامنت انگلیش هم براش بدین. خیلی ممنون. بریم آقا بریم. بله برو شروع کن. خب منو بذار آخرین نفر. 10 تا یوسی اول ببینیم چی بهمون میده. پوینت اولی به نام خدا. اوکی بریم برا 540 یوسی با اسکیپ بزنم ببینم چی میده. Oh my god! Wow! پشمام بچه ها انفور داد. شوخی نکن. بنازم جون بابا. جون. دیگه شانس خوب بود. اوکی. خب بریم سراغ دهتای دوم به افتخار همه. پشمام بنازم بک بکم گرفتیم. دمش گرم. بریم به افتخار آقا مهدی بزنیم. من نزن به افتخار من لوس چیزی نشه. نزن. بابا بیا بیا. با اسکیپ یا بی اسکیپ آقا. به نه افتخار مهدی بدون ترکیبی اسکی. بزن. ترکیبی بزن. خب بزن بریم. مهدی مولیه داد. بنازم خوبه. هم مولوتوف هم نیدش دینامیت میشه همراگان. خب وی جان نوبت شماست. برا من 2 تا خب. تکی بزن اول. من سپاهشات هم زیاد. 2 تا تکی با اسکی بزن. داره شما دی فسفودی ها 2 تا نون اضافه براش بدم. خوش اومده ازش؟ نه خوشت اومده؟ نه بچی خفه شو بابا. نه. خوشت اومده. خفه شو بابا. خفه شو. خوشت اومده. خوشم نیومده. من 2 نون دوست دارم. بعد اسکیپ خاموش با یه دسته. اوکی ایول اسکوپ 2 بریم سر وقت دیگه دهتای بعدی به افتخار کسایی که ساب کردن. بنازم نید و یه دونه جم. دمتون گرم. بریم سر وقت دهتای بعدی. چی نداد. اینو به کسایی که لایک کردن بنازم یه جم. جی جی. کسایی که هنوز سابسکرایب بریم سر وقت نکردن بعدی. بکنن. هیچی. بریم به افتخار همه. هیچی بله دیگه نداد. اونو برای همه. اسکیپ ور داریم. بریم مپ عوض کنیم. به یه چیزی بزنیم کار روی آره دیگه میرامار. دیگه کلا فکر کنم من دانلود ندارم. مهم نیست. میخوایم بریم تو مپ نمیخوایم بریم. خب این یکی بریم به افتخار ندا. با اسکیپ. با نوشابه فانتا. هیچی نداد. نوشابه فانتا. فکر کنم حال گیری پیشه. اینو به افتخار وحید میریم. برا من نه بدون اسم. پس باش اوکی بعدیش به افتخار تو. اوکی اوکی میزدی مهم نه داداش هیچ حرفی. یه دونه بدون اسکیپ بزن. حله مهدی جان. جی یه جم. لباس رو میخوایم بابا. لباس
جیما رو میخوایم خرج متریال کنیم. یه چند تا تکی بریم. بزن بزن، چند تا اوکی. تکی بزن. الان چقدر یوسی 10 تا مونده؟ بود. 1 2 3 4 21,000 21 8 21 یوسی مونده. 9 10 آره دیگه 21,000 تا. منظورت 21 کاه دیگه نه؟ آره دیگه داداش یه 10 تایی بریم. چند تا بود کلا؟ بنازم یه جم ایول 28 تا 700 بود داداش. میگم نظرت اسکیپ خب. بریم. بنازم یه جم دیگه. آره اسکیپی بزن. ایول. اسکیپی بزن. یه آره اسکیپ اسکیپی دیگه. بزن بهتره. آره. هیچی من که اصلا امروز دوشم الان بزنی بعدی رو. من شانس نیست. هیچی نداد اشکال نداره. بعدی مهدی هیچ. نه ببین مپو برگردون ارانگلش کن مپو. 30 تا دیگه میخوایم. مپو برگردون. موسا. آره موسا هم خوبه. آره باباش مپ مهدی موسا. گفت ارانگل. انداخت بیرون. خب بریم بعدی خب با اسکیپ. ببین 220 تا با 250 تاشو پر کنیم. کلا مجموعاً چند کا یوسی داشتی هیچی. از اولش؟ 28 و 700 28 تا الان یه 20 کا مونده ها. متریال نه هیچ. 17 18 کا خب، مونده. آره این الان نه 16 و 400 مونده. بریم بعدی. خب بزن. آره خب سه. هر جور صدا بزن خود میگیریش بزن. قیچی دست. خب بریم بزن، اوکی. بعدی با اسکیپ. یه جم جی اوکی آقا تموم شد. ما 8 تا جمعون گرفتیم برای لباس و ماسکه. اوکی مبارک باشه آقا. لباس کالکت رو بکن تنه. باید از بازی ببندم. پوینت هم میخوام میخوام چیز کنم وسایل انفور بگیرم اون چیزایی که نگرفتم. خب بریم سرعت لباس رو بگیریم کالکتش کنیم. بنازم گرفتیم. آره قبلش میاد. یعنی با چند تا گرفت لباس رو؟ اوکی، حالا بریم انفورا برای رو هم ماسکش. اول داده. دقیقا 12 کا اگه 28 تا داشته. دقیقا 12 لباس با ماسکش درسته؟ بریم وسیله‌های آره. انفور رو بگیریم. 83 تا پوینت داریم. چیشو بگیرم نظر بدید. 4 رو بگیر اسکوپ 4 رو بگیر حتما. 3 رو 4 بهم یا داد 3. داداش. 4 هم الان میگیرم. 3 رو داد 4 سه رو رو 6 داده. رو بگیر. اینم 4 رو بگیریم. 6 هم بگیر یا نداری اونقدر پوینت؟ نه داداش 53 تا پوینت دارم. 6 هم با الان 6 میگیرم. نه 4 و 6 تا میتونه بگیره. خشاباشو بهت داد. خشاباشو بهت یکیشو داد. مکسشو داد. بقیه وسایل انفورم بگیریم. به پایان ویدیو داریم نزدیک میشیم. ممنون میشم برای حمایت از ما. لایک، ساب، کامنت انگلیسی بذارید. اگه خوشتون اومد از این ویدیو تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان و عزیز و به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. تا دیداری دیگر بدرود. Wasting my time, trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid.